ای گذری بولو اویای بچه من خونه من در بده در سر کلد خوب در سر کلد بود اینا مسجد نماز خونده استن گلماتف جعفر امام خطیب ای تو چی به عقلی تو چی من مچتی میسنیو را میدونم که بازای مچتی غش میلادگرای نکن میسنی پستی چی اینطور میستی همش یک مردم اینجا ده همه برادر بون زندگی کرده استوده من یگان گفت من قری جعفر خوب میشناسم ایتدا خوبتا من میشناسم تا وقتی خلیل کیای میگه تا که من کیم فهمیدی یکم همون آدم بپرس که من کیم بعد قطعی من بیون گپ زن ولی تو من بگو که ماکسیم گور که دم چتیش محکمه گذاری بولو خوف ماچی دیگه تو به عقل ماکسیم گور که اخچه نماز خونده استویان مردم به نام اولو قسم اینا ماچی گویای بخدو جمعه نظر امام خطیب جمعه نظر امام خطیبش اینا جمعه نظر نماز خونده است پنج وقت مچتی وجه هوی مچتی جه هوی چی با مچتی مو هوی نیست من همچه نمیفهمم او مچتی مو مچتی نیست مچتی همه تو به عقل اینا نیوکده گبتا نه چی با مچتی گذاری بولو مچتی خوف هوی نیست هوی مچتی گذاری بولو مچتی گذاری بولو هوی بخدا اگر نه نماز خونده است مردم قسم نخیر مسلمون یا پرش سپورزال کردم پرای دیگهش محکمه من نبره اودینا برگرد میشم تو شیندگی اودینا برگرد من نبره اول میشم اکی من عبدالرحیم وصیف اما آدم یکی بوده که حکومت 23 سال زندانش کرد من دادریم اما آدم چی با حکومت میگیره زمین ما را میگیره حکومت نیاز مسجد محکم میکنه ما گپ زنیم نمیدونم ما اکستریمیستیم یا که تروریست من خواهش دارم که تو رئیس ناحیه را بکش بیار فهمیدی پراکرور را بیار اینجا قطعی ما گپ زنه مالی تو خودت میبرو خطا دین معرفی کردی بیا تو اوقات دین شناس باشی من حدثا نمیفهمم ده شما اگه اومده صاحب وظیفه شده تو من بگو که چند فرض ای در تورات در نماز وظیفه را خدا میتیه فهمیدی وظیفه را خدا دوده گتی به اخم ده وظیفه رنگ رحمانوف گرفته سوده فهمیدی خوزی 7 کاره 5 بگومت نمیدونی ایدی سوادت بتیم نمیدونی سراسیمه نشه تو من بگو که در نماز چند فرض چند سنه در تورات تو من نمیتونی بگو کورت چیه آخه تو چخیت به حیث یک ملا اومده در وظیفه ملا من دست نمیکن چه فهمیدی تیده نمیکن من تیده اچود نمیتی اره گوش کن نماینده کمیته دین وقتی که تو اچود دادن نمیخوایی چی میکنی اینجا تو وقتی که میگویی که من میخوام که گوش کن اینجا منبری ما گپ میزنیم تو سپکاین سیدی تیخا فهمیدی نیزی تروی تیخا وقتی که ما گپ میزنیم تو نفس کش تمام گوش کن وقتی که تو نمیخوای اچود دادن اینجا چی میکنی تو این منبری مخالفا است منبری مهاجرا است این منبری تو نیست تو اینجا ملاهای مسجد نیستن که مجبور کنی برای زپیسکای کاغذچایی که تو میتن آنها اینجا خوانن فهمیدی وقتی که تو اچود دادن نمیخواهی و میگویی که گپش تو هیچ کی گوش نمیکند به دوملا محمد اقبال حاضر همین گپ گفتی تو دانیش بشب اینجا چی میکنی تو خدا اینجا برای چی آمدی کاغده هیچ کس دوملا محمد اقبال یا مخالفان گوش نمیکرده باشد تو اینجا چی من خودم درست شد من شما را تماشا میکنم درست شده چرا تماشا میکنی چرا دیگه کار نداری اکای سلیم جان یه دقیقه من همین چی بگم به همون کلام شما برسونم که کلاس همون کلام تو تماشا داره گوش کن روز یه دقیقه گوش کن وقتی که اویله من قطعی پدرم قطعی مادرم عادل ششم عادل پشتی سویتافور کو پشتی کتابخانه بردگیان وقتی که ویدیوهای من 8 دقیقه 5 دقیقه را موندگیان در همین 8 دقیقه و 5 دقیقه 3 بار سویت چون مردگی های چو دقیقه بودیون سویت نیست میره رایون پول سویت چه سویت نیست در رایون ایروزی میساخ سویت بود چی با در گذاری بولون نیست چی با در گذاری بولون نیست چی با در پختکار نیست چی با در قیاد نیست چی با در چختک نیست چی با در کمونیزم نیست بیو خیبت کورت چیه هسته نیست کورت من شهروند تاجیکستان من میخوام که مردم ایمان سویت داشته باشه
چه کاری من چیه؟ یعنی معلوم میشد که حکومت در قبادیان مردم را عموما پسند نمیکند، برقش نمیتید، حق برق مردم قبادیان مثل دیگر شهر و ناحیه میدزدد و به دیگر جا میفروشد. برادر سلیم جان نماینده مقامات که در اینجا شکمشان دم کرده کج پهلو زدن، در غم تعریف و توصیف حکومتن و در غم ملت اینها گفتی گپا که پروان ندارن. با خودش گرفته است که نماینده کمیته دین و این آدم ها برای ما شدن یک مثل ریویزور. وای به حالتون. با این وقتی که خر سری حکومت با آمد، نماینده هاش هم مثل خودش خر میشه. یعنی یک تاش فهمیدی؟ این خیلی خرا را وقتی که مردم میبینند چهره اصلی حکومت نمایان میشود. مردم عزیز، این مردم، این نماینده مقامات، این همون نماینده همین رحمانوف است. فهمیدید طرز معاملش، طرز حرف زنیش شنیدی زده؟ یعنی میگوید من اینجا اچاد دادنی نآمدم، یعنی گزارش دهنده نیستم من. برای چی؟ چون که پیرو پیشواز است. پیشوایش هم به اینها گفته است ما برای مردم گزارش نمیدهیم. تو رو من تعیین کردم، تو به من گزارش میدهی. من این تمام تاجیکستان سرقانون همه منم. مردم نکتا. این 3 میلیون مهاجر اینا گویا که گناهگارن. این از برخورد کارمندان دولت. انا همین در یک گذشته یکی از کارمندان همکسبای همین در یک مسجد را بست و تمام مردم نمازخوان همون محله را حقا را تو دشنا میکرد. در خطا نکنم در شهر وحدت بود اگر خطا نکنم اون نواب یک 2-3 سال پیش. این هم رنگ همون است. اینا همش لکو پکن گفتی اما افسانه ها. فهمید؟ همش یکن اینا. اینا را همه را از یک جا میگیرن، از همون یک چی میگوید یک کاست مردم ها هستن که اونها مثل زامبیان. اینا از که این دنیا آن دنیاشون فروختگیان به خاطر پیشوایشون همون کرسیشون، یک کرسیشون که در دستشون یک جدول است، میرن دسترخوان مردم چین میکنن، دیگو طبقش گوشتش چین میکنن، مردمی در توی آمدگی را چین میکنن، رسم آیینش میبینن، میرن بیچاره مولای در مسجد کاغذش میتن که این رو باید در امروز خوانی، گازیت پراو داره در منبر مسجد باید خوانی. اینا همینن. مقامات بالایی امنیتی و دیگر مخصوص همین خیلی آدم ها را سری وظیفه میمانند، چون که اینها دومدوک در درون کدوان مثل همون پیشواشون. این خیلی در تمام ناحیه هست. حالا برادر این یکی از قبادیان برآمد که این هست که یک نمونه است، یک نمونه. این خیلی اگزمپلر در تمام شهر و ناحیه هست. فهمیده دوستان؟ در تمام شهر و ناحیه همین خیلی پرسنجا را مقامات گرفته در همین جاهایی که بالای مردم نظارت میکنه مانده است. حالا اگر در میلیسا هم بعضی وقت نفرها را اگر بیند، اگر از یار و رفیقاتون دوستانتون باشد، او هست که در درون کلاش یگان خیلی فکری مستقل ندارد. او همین پریکاز گوش میکند. همین سردارش گوید که همین روز فلان کار کن، تمام او همون کار. دروازه را کشا میگه، او دروازه را میکشه. دروازه را بند میگه، دروازه را میبنده. او نمیگه که برای چی دروازه را میکشد، برای چی دروازه را میبنده. با این کار او فکر نمیکند. اگه سالی بعد من همین سوال که من همشهری من برای اومده یا سوالش داشتم، همین سوال جواب میداد که برفت. و این اماکی را بینیم. اماکی سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. شما من درباره سوئد گپ زدید. من خانم به اصطلاح سوئد هست. اینقدر یک دقیقه شما خودتون معرفی کنید. وقتی که یک مجلس میدرایید میگید که السلام علیکم، من اشمت السلام علیکم گفتم من شما از معرفی کنید خودتون. کی شما؟ من از شهرستان. خب شهرستان دهه نوکین امام خطیب همچنین مکتب به درس میتیم. امام خطیب هم معلم؟ هم امام خطیب معلم یک دیه بعد ها نه دهه چی مکتب به درس میتیم. دهه کدام؟ دهه ناوکند سنکوم ناوکند. فامیل نامتون؟ فامیلم جا میرزا یوسف.
Kim Mirzoyev میبخشید جان میرزاyev یوسف جان میرزاyev یوسف کدام مکتب میرزاyev یوسف مکتب کدام سه. مکتب درس میدید مکتب سه مکتب 3 آها اكو مسئله سوید به گپ میزنید شما aha مسئله سوید زنید کنید چی میگید مسئله سوید من حاضر دیداس خانم استادان سوید هست ما با من از فن من الف بای نیاگان ثانی تاریخی درس میتیم شما چی در کار همون که bütün تاجیکستان همین نادرست گازات واسید برای همین حرف گفتم همین سوالتون بود